اردوبلاغ منطقه در مسیر شاهراه قندهار و روزگان. اینجا تا چند روز پیش نیز شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای افغان و طالبان بود. پس از سالها برای نخستین بار نیروهای افغان در این منطقه دورافتاده حضور یافتند و برای نبردهای پیشتر پایگاه نظامی می‌سازند. اما قماندان عمومی نیروهای ناتو که نظامیان افغان را در اینجا همراهی می‌کند، بالای کاهش جنگ و خشونت تاکید دارد. وی میگوید به نظر من هر دو طرف باید خشونت را کاهش بدهند و این چیزی است که مردم ملکی را محافظت می‌کند. ما به عملیات‌های خود ادامه می‌دهیم، اما در این حال خواستار کاهش خشونت و صلح برای مردم افغانستان هستیم. اما اینجا در مسکو نماینده‌های طالبان از ادامه جنگ تا زمان خروج همه سربازان خارجی از افغانستان تاکید دارند. هیئت به رهبری ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، امروز را نیز در مسکو سپری کرد و سرگرم گفتگو با شماری از چهره‌های سیاسی افغان بود. حکومت افغانستان در این نشست حضور ندارند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف نیز در نشست دیروز همصدا با هیئت طالبان خواهان خروج همه سربازان بین‌المللی از افغانستان شد. ما خواهان خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان هستیم. از همه طرف‌ها می‌خواهیم به زودی ممکن مذاکرات را با اشتراک وسیع گروه‌های اجتماعی و سیاسی آغاز کنند. پیامی که نشست مسکو به این منطقه جنگ زده قندهار می‌رسد، ظاهراً این است که نظامیان افغان باید برای ادامه جنگ آماده شوند. جنگ با شورشیانی که به ادعای مقام‌های افغان حمایت پاکستان را با خود دارد. انشالله ما به تمام مناطق افغانستان پلان داریم و در رابطه با وضعیت فعلی که دشمن در چی وضعیت است، همی که اجساد اتباع پاکستان در خطوط مقدم جبهه به دست می‌آیند و اسیرایشان حتی در ولایت‌های امن ما مثل هرات و سایر نقاط دیده میشه. این خودش نماینگر عزیز که تروریستای ضربه خوردن و حالا به خاطر کمکشون از کشورهایی که ازشون حمایت میکنه از اونا کمک میخوان. پاکستان اما این ادعا را رد کرده است. روسیه نیز میگوید هدف از رابطه اش با طالبان تشویق کردن این گروه به شرکت در گفتگوهای صلح است و بس.